جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. خداوند توسط پیامبرش اعلام کرده اگر شخصی به قصد طلب علم از خانه خارج بشه، خداوند ملائک رو میفرسته که بالشون را به زمین بکشن جلو پای این طلب علم. و پیامبر گفته خداوند از 2 قدم که روی زمین برداشته میشه خیلی خوشحاله، یکی قدم معلم و یک قدم دانش آموز. اگر مقام معلم بالاست، همین دانش آموز روستایی محروم سبب شدن که معلم باشه. با ستون که معلم نمیشه، با حضور دانش آموز. یعنی دانش آموز جاهل نادان روستایی بپذیره که کسی بیاد معلمش بشه، اونو سواد یاد بده، معلوماتشو بالا ببره، فکرشو توانمند بکنه، معلم مقام معلمی رو میگیره. چه چیزی زیباتر از این که یک معلم خیرخواه دلسوز انسان دوست و خدا دوست و علم دوست شاگرد موفقش ببیند که ادراج عالی رو داره طی میکنه و شاگردش به جایی رسید که جامعه بشری کلاً از معلوماتش استفاده میکنن. و چه چیزی برای یک مدیر زیباتر از این که زیر مجموعه خودشو ببینه که چقدر صادقاً و کار میکنن.